سلام بچه ها، من امیرم معروف به باگ. اومدیم دمز یکم تفریح کنیم. اینم بگم من نوبم و انتظار نداشته باشیم بزنم همه رو قلقم کنم، ولی خیلی خوب دیدم انسان پیران همچین چیزی کم داره، همچین ویدیویی، همچین کانتکی که در مورد دمز باشه یا همون دس مچ زون. اومدیم بمیریم دیگه، کلا اسمش روشه دس مچ، نگفته کیل مچی، گفت دس مچ، بمیری آقای من باشی اومدیم بمیریم. اصلا حرفه ای بازی از این داستان هایی ندید. خب این کیست؟ اوپس ای بابا تعداد چرا کم بیاین دیگه لاشیه. مثلا سامویلی که از خفن ترین موبایل پلیرهای سروره، ولی خب پیسی هم اگر موبایل بودم قطعا شقه میشه. دستم چقدر عرق میکنه. نه اشمان عمرون رفته بود یا خدا. ولی خدای ساموئل اگر اشتباه نکنم اسم ساموئل، خدای ایمر خوبیه داخل گوشی، جزء ادعاداره است، خودم قبولش دارم واقعا. خب الان رفت چیتو فعال کنه به قرآن. چیتو فعال کرده نه بابا شوخی میکنه بابا، این اگم مفبری کنیم ای لاشی ها نگه. اوکی یه حرکتی زده، من نمیدونم با موبایل خیلی سخته این دوری زدن. کجاستم؟ ولی دستام خیلی عرق میکنه، بخاری باید خاموش کنم. ولی به عنوان موبایل خدای خیلی خوب میزنه اصلا. چرا نمارد؟ الان مرد. ولی خدای جدی میگم اصلا موبایل من ندیدم اینطوری بود. حالا هستن خیلی بد نخوره. خودی اینطوری الان زدم با آر انیم شاشه، خب واقعا خیلی سختم، اصلا فایده نداره واسه خودم، چون اصلا کارم خوب نیست با دیزل. اکثر بچه های موبایل اصلا شانسی ندارن جلوی سامان. حالا نمیدونم سامان هست اسمش،
اه. یا خدا این نمیدونم پاک چرا اینجوری مثلا حال همه چیش اوکی رفتن. یه مشکل تکسچری داره بعضی موقع دمج نمیخوره. من کس دستم توام زدم خدایی نمیدونم کجاست. آن بالایی. اه. جان جان کله پایین در پایین. من این لپتاپ هم خیلی داغ میکنه. این فهم با دستش بگیم مثلا گرد میشه دستم عراق میکنه. البته حالا نبودن من به کنار یا اینجاش نبودن من به کنار ولی خیلی وقت هم اصلا بازی نکردم. اومدیم کتشرف دادیم کتشر گفتیم میرید ببین اصلا دستم همش سوره. یه نفر دیگه هم اومد به قتلگاه خوش اومدی. کیه؟ من نفر بیزن. میگه کیه؟ مرد دیگه. او خوش جان کنار. میگه کی؟ پشت ماست. نه داشتم میرفتم. آخ دهنه دیگه عیده. خب الان FPS 56 در حالت معمول 100. چی شد؟ که ریشیمون نکنم یه مفایی کنه این واسه من. نکش دیگه. چرا نخوردمش. غیرتی کردم بچه ها. اون که نمیخوره از سامان میره مفرش میکنم. اوه ادی تو کلم فلس کرد. اوه ای میگرفته اصلا. چرا نمیخوره بین یا موقع استفاده کرد بیاد من به چی کنه باید بیاد یه رو بی غیرتی باید من رو بزن پیسی هم آدم داری موقع پلر رو میزن. نفسم گرفت کمک این بهم کرد. کجاست دمت گرم بیا. چه مفتشیه یارو حاجی عقب ما رو
آره خلاصه میبینی این سطح FBI این سروره و اصلا به نظرم مشکل ساختار سروری نیستش. و عزیز من باشید این مدیریتش یکم ضعیفه، کمبود پلیر هست به نظر من. حق این سرور که این همه داره تلاش میکنه آپدیت میده، این تعداد پلیر که الان داریم میبینین 40 تا نیستش، یعنی حداقل 150 تا باید این سرور الان آنلاینی داشته باشه. امیدوارم پلیرها به درکی برسن که متوجه خوب و بد یک سرور بشن. حالا چند تا قواعده که دیگه یه سرور باید از هر لحاظی، از لحاظ بیسیک اونو رعایت کنه. ببینید بحث اینه که اصلا نباید صاحب سرور اول هدفش پول و درآمد باشه. حالا واقعا کم خرج نداره سرور، خودمونم سرور داریم. حالا قصد تبلیغ ندارم داخل این ویدیو، ولی کلا خواستم بگم من آگاهم، با آگاهی دارم این صحبت رو میکنم و کلا قصد ندارم که بخوام حالا ضربه‌ای بزنم به هر سروری، ولی اگر این حرف من باعث میشه سروری ضربه بخوره، مشکل اون خود سروره. چرا؟ چون این چیزایی که من میگم قواعد بیسیک درست هر سروره. یکی مثل اینکه تمام چیزا نباید با پول باشه. یعنی وقتی من میام داخل سرور میرم تمام چیزای سرور با پول خریداری شده و هیچ آیتمی نیست که با زحمت خود بازیکن فقط به دست بیاد، من واقعا اگه من باشی حال نمی کنم باشه، اصلا لذتی نداره. اون سرور میشه پی تو وین و سرور پی تو وین از من باشید آینده ای نداره. این نظر منه. پی تو وین یعنی باید پول خرج بکنی تا به جای برسی، وگرنه هیچی نمیتونی به دست بیاری. سرور باید جاوا خیلی خوبی داشته باشه. حالا این اوایل سرور رو جاواشو حقیقتا تست نکردم، ولی فکر نکنم جاوا خیلی خفنی داخلش باشه، ولی خیلی چیزای بهتری داره که تو همین حالت اولیه و بتا باز میشه از سرورهای دیگه بهتر باشه. حالا یکی دوتا هم نیستش که من بخوام الان داخل این جمله بگم. حالا من کسی هم که بی‌طرف، کسی که خودش هم سرور داره، دارم از این سرور صحبت میکنم و دفاع میکنم. از خیلی سرورها بهتره این یک. و اینکه سروری که ارزش میذاره و آپدیت میده، این واقعا ارزشمنده. مخصوصا همچین سروری که خودش برنامه نویس نداره و به خاطر آپدیتاش داره پول میده، داره هزینه میکنه و این واقعا بچه خیلی ارزشمنده. شاید شما درک نکنید، ولی که اینو بدونید که خودکفا نیستن. این از لحاظ اینکه هر چی داره در میاد دارن خرج میکنن برای آپدیت و بهتر سازی سرور. اوکی، آیدی 15. چی؟ کنیستی؟ اوه ادمین بود. این میشه ادمین نیست که. کار نداریم. چی داشتم میگفتم؟ آره این خیلی مهمه. حالا من به نظر من دشمن سمپ ایران اولین نفر سویل جوکره با سرور آلفا. یعنی علنا بهتون بگم بچه‌ها دیگه، اگر یک ذره شعور در بدن هر انسانی باشه، اینو درک میکنه که سرور آلفا علنا داره توهین میکنه به بازیکن. من تا حالا ندیدم آپدیت داده باشه. چرا؟ یه آپدیت داده بود در حد مینی آپدیت هم حساب نمیاد. چرا؟
چون عزیز من باشی بعد 3 سال 4 سال یه دونه فرار از زندان عد داده بود، یه دونه کامیون حمل پول عد داده بود واسه فامیلیای وی آی پی که بازم این پیتوفین حساب میاد و هیچ کدومشون قشنگ نبودن. کامیون حمل پول باگ داشت، باگ فوق العاده بی ارزش بود، اصلا حساب شده نبود، معلوم بود اسکریپتو از این ور اون ور کپی کرده بودن ریخته بودن داخل سرور خودشون، چون اصلا هیچ عقل سلیمی همچین کسشری یاد نمیده تو سرور خودش بگه من آپدیت دادم. این از این. و از طرفی واقعا جابایی که داخل اون بازی پوچن، یعنی این سرور تو حالت بتا به نظرم جاباش خداست در مقابل آلفا. اگه ندیده اینو مطمئنم، از روی گیم مودش میگم. و داخل سرور آلفا فقط یه دونه جابو تو میتونی بازی بکنی که حوصلت سر نره، اعصابت گایده نشه، و اون جابم سیب چینیه که خسته کننده است و $300 بابت هر حرکتت بهت پول میده که این به نظرم عذاب آوره اصلا، و اصلا قرار نیست با اون پولی جمع بکنیم. متوجه؟ بعد 1000 تا باگ داره که بجای که بیان باگ رو رفع بکنن میان پلیر رو بن میکنن که چرا از اون استفاده کردید. خب اصلا چرا باید همچین چیزی باشی توی سرور که پلیر ازش استفاده بکنه؟ اونم کسی که مطمئنه قرار نیست هیچ وقت درست بشه. متوجه؟ تو این لحاظ به نظرم دیگه نباید اصلا پلیر بند بشه. آقا کار کن رو سرور خودت، مخصوصا همچین سروری که 600 تا آنلاینی میگیره، 700 تا آنلاینی میگیره، خیلی کارهای خفن میشه کرد با اون آنلاینی ها. علنا تو اون سرور اگر داخل دولتی گنگی چیزی عضو نباشی رسما با خایات داری بازی میکنی، رسما. مگر اینکه بخوای دیگه، یعنی بچه هست ما دیگه، ما یه دونه ماشین برمی داشتیم تو زن خودمون داریم پلیس بازی در میاریم. متوجه؟ دیگه فقط تو اون حالت میتونی با خود حال بکنی. بریم اینجا ببینیم چند آیدیش چند بود. 42. نه ترسی، یا دور نمیتونه باشی. این چی نوع بازی بود من در آوردم. اوه اینقدر من کست هستم. آخه بچه زحمتشی کشیدم. بیا اینجا بابا، من وحشی تر از این. بیا خلاصه کلا از داستان خارج شدیم. آره من خودم قبل از این اصلا بیام داخل چی میگه زنگ فیل خودت نقیز با باز چی ما گرفتیم تحویل FBI دادیم.
تمام شد رفت. این از منطق بچه، به این میگن چی؟ منطق. مثلا باید هول بدیم، اینطوری نمیشه. آره خلاصه آره من خودم قبل از اینکه بیام این سرور اصلا من 3 ماه این سرور رو آنالیز کردم، ولی این 3 ماه قبلش هم یکی از دوستان رو دعوت کردم اومدن 1-2 ماه بازی کردن اینجا. خلاصه که اصلا تو نگاه اول من احساس کردم این سرور آینده داره و زمانی که من به اون شخص گفتم اومد اینجا بازی کرد، سرور به جای 46 تا آنلاین 7-8 تا آنلاین داشت. متوجهید؟ یعنی من اصلا پلیر رو ملاک قرار ندادم، من از شعورم استفاده کردم، چیزی که خیلی استفاده نمی‌کنن. در کل من همه رو دعوت میکنم به همین سرور، کسایی که از سرورهای دیگه دارن نگاه میکنن. به نظر من ارزش سرمایه گذاری زمان، سرمایه که نبرین جیب باباتون رو بزنین میگم زمین بفروشین بیاین اینجا خرج کنین، نه. ببین اول باید اینو در نظر بگیرید که بازیه. اگر من مثلا این آیتم ها رو خریدم داخل این بازی، یک قسمتی از سرمایه و درآمد خودم بوده که برای تفریح هم استفاده میکردم و دوست داشتم به جای اینکه برم پلو کباب بخورم که امروز بخورم فردا میرینمش، بیام این اکانتمو داستان کنم که تا هر موقع دوست داشتم ازش استفاده بکنم. این واسم لذت داره. و بحث دیگه هم هست که الان سرور نوپای همیشش ارزون تره و شما میتونید داخل این سرور سابقه کسب بکنید و 100% تا نهایت 6-7 ماه دیگه این سرور آنلاینش الان 50 تا نیست دیگه، اون موقع 250 تایی 300 تایی، چون بالاخره دیر یا زود دیگه هر چقدر آدم نفهم باشه میفهمه یه سرور بهتری وجود داره، یه بالاخره تستی هم شده میای توش دیگه. خلاصی کاره بس ما این است. چی میگه؟ حالا فکر میخواد عکس بگیره کمکشون. عکس خفن بگیر از خودت. حال کن برای خودت. ولی مغز خوبی داشت، عکس قشنگش. ولی چرا آخه اونو چیکار دارم میکنم اون باید این خربازیش الان میرم اون بیناموس رو کیل میکنم. اون نمودن ما رو، یه دونه دیارو گرفتن میبرن میارن. تمام شد. FBI نمیاد دیگه اینطوری کنین دیگه، بس دیگه، مسخره بازی چیه؟
ما رو از وار میترسونن. ما زندگیمونو باخت دادیم، این داره ما رو از وار میترسون. عجب آدمایی. بس دیگه آتلی اصلا حق زحمت باید بده. دستام خسته شدن اینقدر گانه نگه داشتم. گان یو ام پی حداقل 2.5 کیلو تا 3 کیلوه. الان یه دونه گلاک وردارین، گلاک 700 گرمه، یعنی نزدیک به 1 کیلو میرسه. من خودم تکاور ارتش بودم سال 98. چطور رو میدونم. و این کاراکتری داره عذاب میکشه داخلش. بچه یه دونه تئوری بگم و این تئوری خیلی نزدیک به واقعیته. این میگن که ما تو جهان ماتریکسیم. بچه اصلا به این تئوری به عنوان یه اصلا تئوری نگاه نکنی، حقیقتا اصلا مسخرش نگیرین. جهان ماتریکس به نظر من درسته و کسایی که ماشروم مصرف کردن و تریپ ماشروم داشتن این حرف منو بیشتر میفهمن و میگن که کاملا زندگی ما شبیه سازی شده. و وقتی من ماشروم مصرف میکردم کاملا اینو با پوست و استخون درک میکردم که ما اصلا داخل یه جای شبیه سازی شده و زیر کنترلی. متوجه این؟ و به نظر من جهان خیلی ساده تر از اون چیزیه که اصلا داستان واسش درست کردن. اصلا چطوری بهتون بگم، یعنی اینکه این میگه دعا بکنیم و فلان و بیسار، نمیدونم اون میگه انرژی مثبت. البته که انرژی مثبت و منفی وجود دارن، ولی اونطوری که میان به حالت معنویت باش صحبت میکنن نیستش. این ما اصلا جهان ما در حال حاضر 3 بعده که کاملا احساس میشه. یه جور مثلا بعد فیزیکی، روحی و بعد شنوایی. اینا همشون بعدن و اکثر موجودات به جز انسان 2 بعدی هن، یعنی فیزیکی و شنوایی رو دارن با خودشون. جانم خلاصه آره، انسان فعلا در حال حاضر تنها موجودیه که روح داره. متوجه؟ و حالا بیایم بگیم این روح، البته میدونی واسه من چی عجیبه؟ این که میتونیم در رابطه با اینا فکر کنیم و تجزیه تحلیل کنیم. اینش عجیبه واسه من که چرا همچین اجازه‌ای به این موجود داده شده، به انسان داده شده که در مقابل ولش کن بابا. خلاصه آره، حالا اصلا بازی سمپ ما داریم ویدیو میگیریم در مورد کائنات داریم صحبت میکنیم. ولم کن با کسخل شدیم. البته دوست دارم در مورد این چیزا صحبت کنم و نظرات شما رو بدونم، ولی خب الان اصلا خیلی غیر مستقیم وارد این بحث شدیم که اصلا بازیمون این نبود. آره خلاصه خب بچه، من همینجا باهاتون خداحافظی میکنم. ویدیو زیادی احساس میکنم طولانی شده، حالا ادیت بخوره کوتاه‌تر میشه، ولی خب یه جورایی بازم طولانی به 20 دقیقه احساس بکنم برسه. متوجه؟ ولی خب تا اینجا بس اصلا محتواش هم قرائتی شد. 3 تا مود اونور اومدیم دمزون، رفتیم اینور، رفتیم پلیس بازی در آوردیم، اینور داریم بالا منبر رفتیم. خلاصه که آره بچه ها حتما خواهشن لایک و سابسکرایب و کامنت این داستان رو انجام بدین. و دیگه نمیخوام واسه اصلا فول شده واسه هر سری میام تکرار میکنم. خدایی سمپ ایران کانتکت درست نداره، اصلا کلا سمپ کانتکت درست نداره. نمیدونم والا
من ندیدم، حتی من خارجی روسی هم چک میکنم تهش من اینجوری 4 تا میگن دم دم تخ 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 هم دیگه رو میزنن و هیچ محتوای درست نداره. بچه میچیه آخه کسی که وقت میخوام بذارن و داستانشو دارن میرن فایبم بازی میکنن و واسه سمپ نمیان انرژی زیادی بذارن. ولی خب حالا ما داریم سعی میکنیم که همین راه بیفتیم. الان میبینیم ویدیو ابتدایی داره انجام میشه. خب اول کاره هم وقتمون کمه، هم کارمون راست و ریس نشده، سیستم ها اسمبل نشده. یعنی لپتاپ هم گرفتم فقط این چند روزه باش راه برم. و داستان اینه. مرسی که تا همینجا نگاه کردین، دمتون گرم. خیلی زیاد شده بود این ویدیو. اگر تا اینجا دیدین واقعا عشقین، منت سر ما گذاشتین. قربون همتون برم.